خب میخوایم با هم دیگه مونوپولی، این بازی محبوب و جذاب رو که با طراحی گرافیکی تهران عرضه شده باز کنیم و ببینیم داخل این جعبه چه چیزهایی در انتظارمونه. این که جلد جعبهش فوق‌العاده خوشگل و زیبا طراحی شده، یه دفترچه راهنمایی بسیار ساده داره، توی 3-4 صفحه کامل قوانین رو توضیح داده برای اونهایی که احتمالاً با مونوپولی آشنایی ندارن. یه سری سوالات رایج رو برای شما در نظر گرفته، مثل یه FAQ میمونه که خیلی راحت میتونید مراجعه بکنید ازش و سوالاتی که براتون پیش میاد رو ببینید چیاست و پاسخش رو هم پیدا کنید. یه چیز خیلی خیلی باحال و خوشگل، طراحی اصلی خود برد بازیه که با تم در واقع تهران، محله‌های مختلف از مولوی و ناصر خسرو گرفته تا تجریش و ولنجک، سعادت آباد، قلهک، پاسداران، طرح‌های مختلف، قسمت قرارگیری کارت‌های خزانه، قسمت قرارگیری کارت‌های شانس. به نظرم کار خوشگل و با کیفیتیه. این کار مربوط به برند میپل کینگ هم هست. اینکه برد بازی بود، به جز اینها توکن های مربوط به خونه و هتل که مثل همه بازی های مونوپولی همون شکلی طراحی شده. کیفیت پلاستیکاش هم بد نیستش این کارها. به جز اونها کارت ها رو داره که تو 3 دسته مختلفه. اینو به اول از همه بگم، جنس کارتاش واقعا خوب و با کیفیت، حالت مقوای در واقع فابریانو داره. اینها محله های مختلفه، کارت های مختلف از محله های مختلف که با رنگ بندی اینها رو مشخص کرده. هزینه اجاره ها رو به در واقع ترتیب تعداد خونه‌ای که داخلش قرار میگیره مشخص کرده و پشتش هم مبلغ وام و میزان بازپرداخت هر وام رو تعیین کرده. به جز اونها کارت های شانس و کارت های خزانه هم هست که تو 2 دسته مختلفه. یه نقطه دیگه ای که به نظرم میرسه به عنوان نقاط، مثلا فرض کنید که حالا نمیشه ضعف اسمش رو گذاشت ولی میشد بهتر باشه، کیفیت فقط پولاشه. تنها موردی که به نظرم میشه روش اینو داریم ملاحظه کرد کیفیت ورقیه که باعث در واقع این پولها رو چاپ کردن. در حال بد نیست ولی کار را اندازه. اما نقطه قوتش، نقطه مقابلشه که این توکن های بازیکن ها هست. به جز این 2 تاسک قرار گرفته، یه سری توکن فلزی هم داره که نماد در واقع کاراکترهای مختلف بازیه و اینها به خاطر فلزی بودن و کیفیت خوبی که داره خیلی حس بهتری میده توی بازی. به طور کلی بازی مونوپولی تهران توسط برند میپل کینگ تولید شده. بسیار بسیار بازی باحال و جالبیه. باز کردیم و اجزاش رو با هم دیگه نگاه کردیم. تا یه آنباکس دیگه خسته نباشید. خدا نگهدار.